خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من امیرقلی ام و امروز اومدیم با هم بریم یک سری سروایول ماینکرافتی شروع کنیم که این سری شاید مثلا تا 50 قسمت بره جلو. بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ ساخت مپمون. اسم مپ رو میذاریم قلی فنا. اسم مپمون رو میذاریم قلی فن ها. اپل میزنیم، کات میکنیم. خب آقا ورد ما ساخته شد. به به، 2 تا گوسفند همین اول یوزی رفتن گم شد. خب آقا ما طبق معمول میریم یک چوب میکنیم. خیلی بد نیستین جایی که هستیم. خب اونجا هم شاید یه چی هم باشه، البته شاید جزیره. خب کرافتینگ تیبل. بچه شاید بگین چرا وبکم نمیذارم، به خاطر اینکه من اگه وبکم بذارم بازی به شدت لگ میشه و شما اذیت میشین، وگرنه میذاشتم. خب آقا بریم سنگ بزنیم تا این سری رو تا روزی که این کانال هست سری های سنگ میکنیم. این سنگ بکنیم تا حداقل بکنیم تا کلن یه سنگی بکنیم. دفعه مونم یه دونه دایمنده. شوخی یادم ها دایمند نیست. کفتین تیبل تو هم از سورد سنگی تو میگیره مشتی. اصلا سورد سنگی به درد اتک 5 نست. حالا ما باید بریم دنبال گوسفند. بچه خونه جاش معلوم شد. خونه کجاست؟ بله خونه همینجاست. همینجا یه خونه میسازیم. خدا یه ویله. به به، تخت آماده است. چه خوششانس بود. خب تختمون آماده است. بریم یکم چوب بکنیم تا حداقل خونه برای خودمون بسازیم. بچه‌ها من یکم 64 تا کنه درخت میکنم. اینا رو میگم، منظورم از اینا میکنم. 64 تا یه خونه مشتی میسازیم و سری ما استارت میخواد. بریم. بچه بعد 7 تا شورت ویدیو من یه دونه لانگ ویدیو دارم میذارم. خیلی عجیب واقعا. مثلا پناه آوردم به شورت ویدیو، بازدیدم نمیگیره. بیشترین ویدیویی که بازدید گرفت همون چیه؟ اگه رنگامو ببینم اصلا فهمیدم چی رو معروف بشیم. باید سوژه بشیم. مثلا واگه یا کیک سوژه شد. یه چیز چرت و پرت رو سوژه بشه. شما هم باید سوژه بشیم. اگه سبز ببینم بازی تمومه. نچسب بازی؟ والا نچسب بازی در میارم.
بچه یه چیزی هم راجع به کانالمون بگم بچه، فقط ماینکرافت نیست، بیشتر اوقات ماینکرافت میذارم، مثلا ای فوتبال هست، فیفا هست، هر بازی های خالیه، مثل بازی ها مثل رپو با صده میریم بازی 2 نفره. یادم بهتون بگم خب آقا 64 تا چوب ما به دست آوردیم، ولی چون که من خیلی معمار خوبی هستم تو ماینکرافت نیاز به 2 استک، حدود 2 استک سنگ نیاز دارم. برم سنگ بکنم بعد بیام دوباره. یه تشکری هم بکنیم از سگ عزیزی که این گوسفند رو کشت. مشتی هستی، سلامتی هستی، شکلاتی هستی، آیرون. به به، خیلی راحت ما به آیرون دست یافتیم. اصفهونی با کلنگ سنگی میکنم. بچه من اصفهونی نیستم، مازندرانی. فکر نکنید اصفهونی. داره شب میشه، عالی شد اصلا. میفته بیچاره میشه. با یه کلنگ سنگی میتونیم برای خودمون بسازیم. چه داره شب میشه، کم کم باید بریم خونه. خونه نریم ما اصلا. فکر کردم لاک بود. همینجا یه تخت بسازیم. چون که من اصفهانی ام، از زامبیا اومدن، هم شیرازی هم اصفهانی، اصلا ترکیب عالی. بخواب این سنگ بکن. بریم سنگ بکنیم. نیاز به یه 2 استکی داریم. آقا من یه صحبتی دارم با کسایی که اینجوری بازی میکنن. اینجوری مشتی چجوری آخه؟ مگه جی تی ایه بابا؟ الله اکبر. آقا یه چیزی هم بهتون بگم، یک سری داره میاد داخل ما کانال ما که نه صدرا توشه نه هیچ. یک ماینکرافت چالشی هست که 50 روز ما بودن تو اونیم، یعنی 50 تا پاس. و کسایی که هستن مهمون ما هم. یعنی 3 نفریم. یکیشون که نوبه، خب ادعاش هم میشه. یکی از مهمونا نوبه، ادعاش هم میشه، ولی ما اومدیم راش بدیم. و از نوب منظرم تو پی وی پیه، ولی اونجوری بالا چی با من رفت. اسم سری ما هم اگه بیزیکسر فن باشید میدونید که کلبه شادی رو که دیدین، کلبه شادی به سبک ماینکرافت. بذارید بهتون بگم کسی که نمیدونن، یک کلبه هست که تو اون چند تا چسته، تو چستا وسیله است و شما میتونید از اون چستا وسیله به دست بیارین و خودتون رو ارتقا بدین. برنده کیه؟ برنده رو تو زمانی که ویدیو شروع شد بهتون میگم، زمانی که سری اومد. بعدم میاد این صداها، بعدم میاد چون نداد قواس باشد.
بریم بالا. این زامبی هایی که اصلا صداشون از اینا هم بکنیم شد. چجوری بیام بالا من؟ آقا بریم گشنمونه. آها یه 9 تا هم بکنیم برای فرنیس نیاز داریم ما. 9 تایه؟ نه 8 تایه. من ماینکرافت پلیرم. به ایداشون نیفت. خب بریم. چند دقیقه شد ویدیو؟ 10 دقیقه. آقا ما بریم. چه دردی میخوره با اینو؟ چیزی میشه که رفت کرد؟ والله به خدا الان من این تختو نمیساختم الان من وجود خارجی نداشت. بریم یه ویلیج اینجا باشه حاجی، واقعا حس خوبیه. خونه اونم خیلی نباید بزرگ باشه، مثلا اینکه 5x5 نه 5x5 سگ زندگی میکنه تو 5x5. چی به من XP داد بچه ها؟ تو کامنت های میگین چی به من XP داد؟ من XP میدم مگه موجانگ؟ براد من عزیز من گل من. بچه بایوم سوپر فلت رو پیدا کرد. نه بچه ها یک ویلیج این نزدیکی ها هست. من یه غذا بخوریم داداش. یه لحظه بیا من یه طوری ماچ یه دونه داد بیشرف. خب آقا بعد از اینکه گوشت خام خوردیم اومدیم که بچه من به یک چیزی اعتقاد دارم ولی اینو باید تاپ پلیر جواب بده. ببین الان این کدوه داره با اینجاش این سمت رو نشون میده. من همیشه اعتقاد دارم که اگه همین سمت رو ادامه بدی یک ویلیج هست. خرافاتی ماینکرافت امیر قلی نیست ولی داخل بایوم جنگل. برگم بابا همون جای خونه بسازیم. چون ایشی بگم جایی که خونه میسازیم هیچی نیست، هیچی نیست باشه به دردمونه. داری بیا جلو جرأتشو نداریم. من با دیریم پی وی پی کردم، دارم زر میزنم ولی من واقعا با دیریم پی وی پی کردم. من دیریمو تو پی وی پی بردم، البته با شمشیر ندرایتی با شارپنس 3 آنبرکینگ. اونم دست خالی بود بنده خدا. بعد باختم. آقا ببینیم به جای میرسیم. بچه من به یه چیزی فهمیدم. من یه ساعت حدودا اینجا رو گشتم و فهمیدم من یعنی ما داخل یک جزیره ایم و من الان باید 2 ساعت بگردم تا به یه جای خوب برسم. بچه ها هیچی به خوشگلی نیست. مثلا وای اینجا خوشگله من اینجا خونه بسازم. ما همه ماینکرافت پلیر رو میدونن باید اونجا هم غار داشته باشه، ویلیج داشته باشه، دزرت تمپل که حالا نه. من باید الان برای شما بگردم برم یه جای خوب که رسیدم اونجا
ببخش اونجای خونه میسازیم. بریم سراغ ویدیو. به اقیانوس رسیدم، اقیانوس آرام. اطلس ها بگیم بکپیم. الان یه ماب بیاد منو بزنه، صدا بدم، بعد از همون جایی که اول اسپان شدیم اسفونی اساس یه دونه قایق باید بسازم، یه قایق باید بسازم. من نمیدونم چرا این بدراک پلیرهای بیچاره نمیتونن این کلاجو ولی به هر برقاوره ما خیلی راحت میتونیم بازی کنیم پیسی پلیرها گریه. آقا شوخی میکنم، من تمام نوکر تمام ماینکرافت پلیرها هستم. البته برقم بره حالا بریم به گشت و گذار ادامه بدیم. خدا چه باله بچه. دریاچه ارومیه رو پیدا کردم ولی اینجا آب داره اونجا آب نداره. دیس کردم سمونه ویلیج برگام. این اسکلتون صداش از اول داره میاد. ویلیج هولا آیرن غلامه. ویلیج بزرگی هم هستاجی، خیلی بزرگیه. کلی فقط یکم جاده سازیش مثل ایرانه، مثل اینکه یکی از اعضای سابق دولتون. بابا بزرگه، من این مزرعه رو نداشت. چرا بزرگه؟ یه همینجا یه خونه بسازیم، همونجا آقا، همون یه دونه اینجا. مایکلو بچه سوتی تاریخی منو دیدین داخل ویدیوم؟ به جای اینکه 5x5 درست کنم 6x6 درست کردم. یه جای خوب. ببینید بچه من 20 سال داشتم معماری ماینکرافت کار میکردم. من تمام سرور اصلا تیرکس ماین منو دعوت کرده بود در این حد. بچه من همیشه 5 تا میرم بالا. 1 2 3 4 5. میدونی چرا؟ چون من همیشه میخواستم 5 تا دیگه. 1 2 3 4 5. بچه 6 تا باید برم. میدونی چرا؟ چون که من اگه 4 تا برم بالا، اگه 4 تا برم بالا در اصل من 3 تا بلاک زیرمه. این 3 تا بلاک سقفمه، 3 تا بلاک نیست. ببینید 1 2 3 4. من اگه اینجا بزنم بالا سرم 3 تا بلاک. دارم میگم تیرکس ماین رو دعوت کرده، دارم زیر میزنم ولی باید این که یکه، نه این 1 این 1 2 3 4 خر تو این 5 10 10 5 6 7 8 9 خوبه. 10 ها اسکل نمیده. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 1 2 3 4 5 خوبه. 6
یک دو سه. آره تیرکس ما اینطور زبر کرد. تیرکس ما رو قیافت ریده بیشتر. چون این اصل معلوم از پژوپارت هم بیشتر صورت میره ولی حیف صدل نره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. در 1 2 3 4 5 6 خب دوستان فقط به قلب من توجه نکنید. این آماده شد و حالا ما باید بیایم اینجا. اسمم بد شد خونم. با مردم یه فرنیس میذارن بغلش هم بیدون کرافتینگ دیبل میذارن میگن با این خونه رو به خدا هیچی نمیتونه همچون خونه رو بسازه. دوست داری سوراخ از سوراخ رد بشی؟ یه لحظه بچه امو گلم دوستم میشی؟ برو بابا. هم تو واقعیت سینگلیم هم تو ماینکرافت. اصلا وایسا بینم اگه هر دیوار یه استک از من بچه گوشنمه. اگه هر دیوار یه استک از من ببره خب من الان باید مایکل لووه گلگاری داری کردنت خودم دیدم. شب شده کم کم بگیرم بخورم. ای بابا چی باید بریم سنگ بکن یه استک میشه خوابید دیگه. آقای موجانگ آها بچه بریم بیایم. بچه دستشویی خیلی جای خوبیه خیلی جای کار بوده. من تو دستشویی بودم الان چرا گفتم بریم بیام چون که من دستشویی داشتم. چرا تو دستشویی برای یه شورت ویدیو ایده گرفتم. خیلی واقعا جای خوبیه. کی باید بریم سنگ بکنیم. بریم بیایم. بچه من یه عذرخواهی ازتون بکنم. ویدیوی فارم آهنگ که بود همه 7 نفر تونستن اون ویدیو رو ببینن دمشونم گرم. من عذرخواهی میکنم که تامنیل اون ویدیو رو از گوگل گرفتم ضایع بود. ولی بچه ها از این بعد من بهتون قول میدم که یک تامنیلایی براتون ببینم. شما تامنیل رو میبینید از خنده جر بخورین و تامنیل رو ببینید از خنده جر بخورین و دمتون گرم اگه کلیک کرده باشین. دم کسایی که تا اینجا ویدیو دیدن گرم. مشتی هستین، شکلاتی هستین، صلواتی هستین. خب این 62 تا 64 تا من جمع کردم چون که من به هیچی اعتماد نداشتم. جونی من چی ناراحتم؟ فرم آهن من قطعا باید بسازم. باید 150 بلاک از این ویله دور باشم. خیلی چیز بدیه.
خیلی بده. ببین تو من دوست نداشتی. خب من و تو دیگه کات کردیم. خب من و تو دیگه کات کردیم. پس خدای من تو نظر عوضی برو بابا. تو با اون یکی دوستی. به من خیانت کردی. خیانتکار عوضی انجام. یه جور جیغ کشید بچه. بل کن. امشب خوب میبینم. توش بوق 111 کشیدی؟ این چی بود؟ در خط کلت دارم میزنه. خودم دیدم میبنده. بچه یه چیز جالب بگم. دلار وقتی مثلا مذاکره که شد دلار قطعا میاد پایین. قطعا دلار میاد پایین. ببین شما مردم عادی که این ویدیو رو دارین میبینیم و کسایی بجز کسایی که یوتیوبرن و دارن تولید محتوا میکنن تو یوتیوب، کسایی که همسن منن، همسن من نیست، بزرگتر از منن، اون مردم عادی خوشحال میشن. مردم عالی شد. مردم عادی خوشحالن ولی یوتیوبرها به خدا میخوان الان خودکشی میکنن. یوتیوبرها باور میکنی؟ یوتیوبرها خودکشی میکنن دلار بره پایین. اشکال نداره. بچه شاید داخل ویدیو ببینید که صدا ماشین میاد چون پنجره من بغل خیابون. تصادف. پشمام. خب آجی الان اول ما باید یه در بسازیم. یه در میسازیم. 6 تا آیرون داشتم. پشمام. اسپید رانر باشم امیرعلی. و حالا من تا ناموس نیاز به یه چوب دارم. حالا بهتون میگم چرا. تا ناموس به چوب نیاز دارم. پرانتز باز و بیل. الان که بیلو گفتم فهمیدین چرا. فکر کردم غار اینجاست. خب دوستان ما توی این قسمت به منطق میپردازیم که موجانگ خیلی رو منطق بازی فکر کرده. اصلا گفته بازی من منطق نشته باشه من خودکشی میکنم. بازی اصلا از استیم حذف میکنم. والا اصلا به خدا گفته من بچه واقعا خیلی موجانگ آدم خوبیه. مؤمن به شدت مؤمن که فکر کنید نیوتن شلوار خودش رو خیس کرد وقتی دید ماینکرافت رو. مشتی الان من باید موز بریزم تا این بیفته پایین. نکنم هاچی یه فکری به سرم خورد. پایه اینجا رو تبدیل کنیم به پرشین گلف. اینجا تنگه هرمزه بچه. تنگه هرمز رو درست کنم. تنگه هرمز. خلیج فخر پرشین گلف. الان بچه من لنگ زغالم. باید بریم ویلیج رو لوت کنیم. جایزه خوشگل ترین ویلیج سال میرسه به این. چه خیلی خوشگله. نامستم بله تخت زرد سولتیش میکنم براتون.
من حرفمو پس میگیرم، اصلا خوشگل نیست. جاده سازیش از ایران هم بدتره. فقط ما بیچاره نیستیم که این بیچاره هم بیچاره‌ان. سلام. ای از اینا بچه فاقل وقت بچه همچین خونه ای تا حالا دیدین؟ کمک. رسول که رفت بی شرف. کمک. سلام. خداحافظ. میگه کنار بچه منطقی الان باید لباس تنش بشه. نه این کارش نیست. این کاره نیست. این کارش. برو بیا برو بیشور. آره من توپق زدم بچه ها. تو کامنت ها منو مسخره کن. بچه این خونش فرق داره. این ویلیج خاصه یا موجانگ آپدیت داده؟ چه اتفاق افتاده؟ آخ جون. تا یک عمر مشکل غذای ما حله. بچه ها من اگه از این سیبا استفاده کردم تو کامنت ها بهم فوش بدین. چون من میخوام با اینا گاداپل بسازم. گلدن اپل. گاداپل دیگه. گاداپل اصلا نمیشه ساخت. اسکول مثلا من زغال میخوام. بس زغال نیست. بریم بگردیم. زغال خدای شکرت یه دونه. اما من یکم کار دارم میرم. خشم بچه بمیرم وسیله نرم. باید با یه خلنگ فقط من بیام اینجا. وای خوبی اینجا خورش خیلی خوبه. با یه دونه مالا خونمون روشن میشه. با یه دونه 2 تا میده دیگه هر یه بقیل خونم. بچه اینجا هم ساختم. هولا 4 تا بستمونه. یعنی ما این 4 تا دیوار هر اینجا شد. خب آقا اینم سقفش. خب اینم. بابا داره ویدیو بوق میزنه. بس این از کنم. این از 2 تا درش. نه ببین میگم منو تیرکس ماین دعوت کرده. به خاطر همین بدوارداش مفای بدواردش انقدر خوشگله. اینم از دراش. بریم برای افتتاحش. حالا که افتتاح شد خونمون یه چیزی نره. بذار بهتون بگم. کست نره خونمون. کلی کست میگیریم. قربون موجانگ بشم. من قربون موجانگ بشم. این خب اگه اینجوری من تبر بشم. خب به زودی بالایی اینم میاد. خب دوستان عزیز امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا پارت بعدی و ماینکرافت سروایوال بعدی. خدافظ.